بسم الله النور. عرض سلام و ادب و احترام معذر همه ایرانیان در سرتاسر دنیا و مخاطبین عزیز خودم در کانال صدای امنیت. امیدوارم که احوال خوبی داشته باشید و مراد بر به مراد باشد انشاءالله. خب دوستان عزیز، دیروز که سه‌شنبه 4 شهریور ماه 1404 بود، مذاکره ایران با 3 کشور اروپایی، همون ترویکای کشورهای غربی، بر سر موضوع مکانیسم ماشه بود که در واقع راهبرد همین کشورهای اروپایی که با هماهنگی ایالات متحده آمریکا این موضوع مذاکرات در گردش هست، در واقع این هست که از این موضوع مکانیسم ماشه به عنوان یک ابزار و سلاح تحت اختیار خودشون همچنان ازش به جهت پیشبرد اهدافشون استفاده کنن و لذا به اون اندازه‌ای که کشورهای اروپایی تمایل داشتن به موضوع تمدید مکانیسم ماشه، شاید ایران از سر ناچاری این موضوع تمدید رو پذیرفت. خب دوستان میدونید که در مذاکرات به این گونه پیش رفت که نهایتاً موضوع بر سر قطعنامه پیش رفت و نهایتاً بحث مکانیسم ماشه و فعال کردن آن خط خورد و نهایتاً منجر به تمدید شد. ولی در این موضوع تمدید کشورهای غربی یک سری شروطی رو از ایران خواستن، یعنی در قبال تمدید موضوع قطعنامه مکانیسم ماشه یک سری شروطی رو خواستن که از جمله اون شروط یکی همکاری با بازرسان آژانس هست و دیگری بحث مذاکره با ایالات متحده آمریکا که خب جزئیات این نشست ایران با کشورهای اروپایی رسانه‌ای نشد، ولی به گمان بند ایران هم این شروط رو پذیرفته. همونطوری که ظاهراً آقای گروسی هم در اظهاراتی که فکر کنم مال هم دیروز سه‌شنبه داشتن، این که تاکید کردن که بازرسان آژانس بین‌الملل مجدداً وارد ایران میشوند و شروع به کار میکنند. خب روی این موضوع هم تکیه داشت، ولی خب در رسانه‌های خودمون و از طرف مقامات ایران در این خصوص حرف و صحبتی نشده و لذا اون اندازه‌ای که کشورهای اروپایی نیازمند به این تمدید بودن، خود ایران دلخوشی به این تمدید نداشت، اگر هم که پذیرفت از سر ناچاری بود. بالاخره ما مقابلمون کشورهای غربی و قدرت‌های جهانی هست، از اون طرف ایالات متحده آمریکا. اگر نمیپذیرفتیم از چه باید میکردیم؟ اگر نمیپذیرفتیم که همون فعال شدن موضوع مکانیسم ماشه بود که در واقع حرف ایران این هست که این 3 کشور غربی حق قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه رو ندارن، ولی خب کی اهمیت بده به این حرفا؟ اون چه که الان در دنیای کنونی حرف اول رو میزنه و همه امورات رو به یک سمت سویی که متمایل هر قدرتی باشد میبرد، قدرت هست، قدرت نظامی. و لذا کسانی که در کشور عزیزمون ایران مرتباً تلاش میکنند که بحث قدرت نظامی رو نادیده بگیرند و مرتباً حرف از مذاکره میزنند و مذاکره های بیهوده و بیفایده هیچ راهبردی و هیچ سیاستی نسبت به اوضاع و احوال بین الملل ندارند و لذا اگر پی برده بودن در این سالها هیچگاه مؤلفه قدرت نظامی رو
در کشور خودشون نه تخریب میکردن و نه نادیده میگرفتن. اما اون چی که در کشور ما متاسفانه بر سر زبان ها هست و باب شده این هست که موضوع مذاکرات و دیپلماسی رو یه عده‌ای سعی میکنند که بر قدرت نظامی بچربند. یعنی اینکه دیپلماسی یک ابزار قوی‌تری هست به نسبت قدرت نظامی، در صورتی که در دنیای جنگلی امروز این حرف جواب نمیده. این کشورهای غربی و در رسانه‌ها ایالات متحده آمریکا از سر ناچاری و اجبار مجبور شدن اون ماهیت واقعی نظم لیبرال دموکراسی خودشون رو آشکار کنن. این که بگن به همه دنیا که این نظم یک نظم جنگلی هست، در رأس این نظم قدرت هست، هر کسی قدرت داشته باشد میتواند به اهداف خودش در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع برسد. ولذا ترامپ این موضوع رو آشکار کرد بر همگان. از دلیل آشکار شدنش اون همه ظلم و جنایتی بود که به واسطه حمایت از رژیم صهیونیستی بر مردم مظلوم غزه و در منطقه غرب آسیا تا الان مرتکب شدن و میشوند. اما یک موضوع مهم دیگری که حائز اهمیت است بحث خلع سلاح حزب الله لبنان هست که دبیر کل حزب الله لبنان هم مواضع واقعی و قطعی خودشون رو در یک سخنرانی ایراد فرمودند، اینکه ما سلامون رو زمین نمیذاریم. خب این یک واقعیت هست. از اون طرف هم خب فرستاده ایالات متحده آمریکا که اومده به لبنان در کنار این که در جمع خبرنگاران توهین‌هایی رو هم به خبرنگاران و لبنانی ها کردن، اونها رو وادار کردن و هشدارهای لازم رو بهش دادن به دولت لبنان که موضوع خلع سلاح حزب الله رو پیگیری کنند و تا مادامی که حزب الله لبنان خلع سلاح نشود رژیم صهیونیستی منطقه جنوب لبنان رو ترک نخواهد کرد. یعنی در واقع اینها این رو کردن یک بهانه‌ای برای اینکه مرزهای لبنان رو رژیم صهیونیستی و اون مناطق اشغال شده لبنان رو ترک کنند که بیان به قول خودشون حزب الله لبنان خلع سلاح بشه تا اینها ترک کنن این مناطق اشغال شده رو، در صورتی که این یک تله هست و یک در واقع بهانه هست. اینها منتظر هستند که این اتفاق بیفتد بحث خلع سلاح حزب الله و یکباره‌ای بیان مناطق عظیمی از لبنان رو که هدف اصلی اونها تجزیه بخش عظیمی از لبنان هست به راحتی اشغال کنند و جزء قلمرو اسرائیل قلمداد کنند اونها. یعنی در واقع نیت اونها این هست و در واقع در نوبت دوم این که لبنان رو به یک جنگ داخلی بکشاند بین حزب الله و دولت که باز هم از این سناریو رژیم صهیونیستی ایالات متحده سود خودشون رو میبرند. در این آشوب و جنگ داخلی در لبنان رخ بدهد اونها هم میتوانند به مواضع و اهداف خودشون در لبنان هم باز برسند. از اون طرف خب کشور عراق رو هم خب مرتباً پیگیر هستن. بعض حشد شعبی هست که در عراق به هیچ عنوان موفق نمی شود دولت هرچند تحت فشار ایالات متحده آمریکا باشد که بخواد حشد شعبی رو مهار کنند و خلع سلاح کنند، چرا که بسیاری از مردم عراق و شیعیان از یک طرف علمای بزرگوار عراق و در خود ارتش نیروهای مسلح طرفداران بسیار زیادی دارند و لذا نهایت امر این هست که با حشد شعبی وارد یک جنگ و درگیری می شوند که در واقع احتمال این رو هست که به همین زودی با حشد شعبی وارد جنگ میشن از چند جهت و خود ایالات متحده
وارد این موضوع میشه. از اون طرف رژیم صهیونیستی با یک هماهنگی ویژه‌ای هدف اصلیشون از بین بردن هشت شعبی است. هدف نهایی بقای اونها ایران هست که بتونند با مهار نیروهای در محور مقاومت بتوانند به راحتی وارد حمله با ایران بشوند، اما سناریوی ایران رو هم همزمان اجرا می‌کنند به اون در مرزهای شرقی و غربی و نه در شمال هست که من قبلا منظر مبارک دوستان عرض کردم که با تسلیح تروریست ها انجام میدهند، یعنی در واقع تروریست ها رو در حال حاضر تسلیح کردند و آماده هستند که به جهت اینکه وارد یک درگیری ناامنی مسلحانه در مرزهای ایران شوند. و لذا کشور عزیز ما و دولت مردان نیروهای مسلح این موضوع رو میبایست مد نظر داشته باشند. خیلی ممنون و متشکرم دوستان، منظر مبارک میرسید.